کتاب صوتی در باب اعتماد به نفس، نویسنده آلن دوباتن، از مجموعه مدرسه زندگی. بخش اول، مقدمه. این جمله به نظر پیش پا افتاده است که بسیاری از دستاوردها نتیجه نبوغ یا مهارت بالاتر نبودند، بلکه فقط حاصل نوعی سرزندگی روحی بوده که ما آن را اعتماد به نفس می‌نامیم. بسیاری از ما وقت زیادی را صرف کسب اعتماد به نفس می‌کنیم. در زمینه‌های فنی مشخص و محدودی مانند حل معادلات درجه دوم، مهندسی زیست، علم اقتصاد یا پرش با نیزه، اما در بسیاری کارهای دیگر چندان نیازی به ویژگی ابتدایی و دیرینه اعتماد به نفس نداریم که در انجام کارهای متنوع ما را یاری کند. مثلا صحبت با غریبه‌ها در مهمانی، پیشنهاد ازدواج، درخواست از همسفر بغلی که صدای موسیقیش را کم کند یا اینکه در ذهن خود در صدد تغییر جهان باشیم. اکثر ما چندان اعتماد به نفس بالایی نداریم، چون عمدتاً داشتن این ویژگی را قدری عجیب یا غیر قابل حصول میپنداریم. گویی که برخی افراد اعتماد به نفس بیشتری دارند که ممکن است متخصصان علوم اعصاب روزی دلیل آن را کشف کنند. اما ما به خود تلقین می‌کنیم که در این شرایط فعلی کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم و فکر می‌کنیم محصور به سطوح اعتماد به نفسی هستیم که با آن متولد شده ایم. در واقع عکس این موضوع صحت دارد. اعتماد به نفس نوعی مهارت است و نه هدیه‌ای از سوی خداوند. اعتماد به نفس در واقع مجموعه‌ای از ایده‌ها در مورد جهان و موقعیت طبیعی ما در آن است. این ایده‌ها و افکار را می‌توان به شیوهی نظاممند مطالعه کرد و به تدریج آنها را آموخت تا بتوان به ریشه‌های تردید به خویشتن و فرمانبرداری مطلق یا مطیع بودن فائق آمد. در واقع ما می‌توانیم هنر اعتماد به نفس را به خودمان بیاموزیم. اعتماد به نفس نوعی مهارت است و نه موهبتی الهی. بخش دوم، حماقت و اعتماد به نفس. بیشتر اوقات اگر کسی با حسن نیت قصد داشته باشد اعتماد به نفس ما را در لحظات چالش برانگیز افزایش دهد، توجه ما را به نقاط قوت خودمان جلب می کند. مثلا نبوغ، شایستگی و تجربیات ما. با این حال این شیوه ممکن است عواقب عجیب شرم‌آوری داشته باشد. نوع خاصی از عدم اعتماد به نفس وجود دارد که هنگامی بروز می کند که به رتبه و مقام خود شدیداً وابسته شویم. در این صورت هر موقعیتی که جایگاه ما را به خطر بیاندازد، اعتماد به نفس ما را شدیداً تهدید می کند. چه بسا به همین دلیل باشد که بسیاری از ما از چالش‌هایی که در آنها خطر شرمساری وجود داشته باشد دوری می‌کنیم، اما می‌دانیم که اکثر موقعیت‌های جالب همین موقعیت‌های چالش برانگیزند. اگر در شهری غریب باشیم، چندان تمایل نداریم از کسی آدرس بارهای خوب را بپرسیم، چون ممکن است ما را به چشم توریستی نادان ببینند و سرزنشمان کنند. ممکن است آرزوی بوسیدن کسی را در سر داشته باشیم، اما هیچگاه این اجازه را به خود نمی دهیم، چون گمان می کنیم ما را به چشم متجاوزی بازنده ببینند. در محل کار برای ترفیع اقدام نمی کنیم تا مدیران ارشد ما را به چشم آدم مغرور فریبکار نبینند. کوشش‌های خود را صرفاً در یک راستا خلاصه می کنیم و زیاد از لانه امن خود فاصله نمی گیریم تا هیچگاه کسی ما را احمق تصور نکند. به همین دلیل است که گاهی بهترین فرصت‌های زندگی خود را از دست می دهیم. هسته عدم اعتماد به نفس تصویری مچاله از غرور فرد عادی است. معمولاً تصورمان این است که پس از سن خاصی
این احتمال که دیگر مورد تمسخر دیگران قرار نخواهیم گرفت وجود دارد. بر این اساس اطمینان داریم که میتوان همیشه زندگی خوبی داشت، بیان که گاهی خود را تماماً احمق بدانیم. یکی از جالبترین آثاری که در اوایل دوران مدرن اروپا نوشته شده است، کتاب در ستایش دیوانگی نوشته دانشمند و فیلسوف آلمانی اراسموس است. اراسموس در آن کتاب در مورد رهایی از تفکرات غلط بحث می کند. او با لحنی صمیمانه به ما یادآور می شود که همگان هر چقدر مهم و آموزش دیده هم به نظر بیایند، باز احمق هستند. هیچ کس از این قضیه مستثنا نیست، حتی خود نویسنده. اراسموس تأکید داشت خودش نیز هر چقدر تحصیل کرده باشد همچنان مثل سایرین احمق است. اراسموس نیز گاهی قضاوت‌های اشتباه می‌کرد، گاهی شهوتش بر او غلبه می‌کرد، گاهی طعمه توهمات و ترس‌های غیر منطقی می‌شد، گاهی هنگام آشنایی با اشخاص جدید خجالتی رفتار می‌کرد و حتی گاهی در مراسم مهم هنگام صرف شام اشیا از دستش سقوط می‌کرد. این نکته بسیار دلگرم کننده است، چون به این معناست که حماقت‌های مکرر ما نباید مانع شود که در جمع‌های خوب و عالی حضور یابیم. این که گاه احمق به نظر می‌رسیم، مرتکب اشتباهات لپی می‌شویم و کارهای عجیب شبانه انجام می‌دهیم، دلیل نمی‌شود که صلاحیت حضور در جامعه را از دست بدهیم، بلکه ما را بیشتر شبیه بزرگترین دانشمند اروپای شمالی در دوره رنسانس می کند. از آثار پیتر بروگل پیام روحی بخش مشابهی نیز برداشت می کنیم. وی در اثر ضرب المثل‌های هلندی نمایی واقعی و طنزگونه از طبیعت انسان را به نمایش می گذارد. به عقیده او شخصیت همگان تا حدی عجیب است. مردی که پول خود را به رودخانه می ریزد، سربازی که روی آتش نشست و شلوار خود را می سوزاند، شخصی که سر خود را عمدن به دیوار آجری می کوبد و فردی که ستون را گاز می زند. مهمتر از همه، موضوع این نقاشی فقط تعداد مشخصی از افراد غیرعادی نیست، بلکه توصیف‌هایش ناظر به بخش‌هایی از وجود همه ماست. آثار اراسموس و بروگل نشان می‌دهند که راه کسب اعتماد به نفس اطمینان یافتن از غرورمان نیست، بلکه کنار آمدن با بخش‌های غیر قابل اجتناب و عجیبمان است. همه ما همین حالا احمق هستیم، در گذشته احمق بوده ایم و در آینده نیز احمق خواهیم بود و این موضوع هیچ اشکالی ندارد. بشریت هیچ گزینه دیگری ندارد. معمولاً وقتی بیش از حد خود را با جنبه‌های قابل احترام سایرین مقایسه می‌کنیم، محجوب و ترسو می‌شویم. از همین روست که گاهی افراد دردهایی را بر خود تحمیل می‌کنند تا عادی به نظر برسند. این دردها نیز از این دست هستند. همه ما به طور جمعی تصوری ذهنی ساخته ایم که عادی بودن اساساً امکان پذیر است. این اعتقاد عمومی برای همگان مشکل ساز شده است. وقتی یاد گرفتیم خودمان را همانطور که هستیم ببینیم و پذیرفتیم که به طور طبیعی خطاکار هستیم، آنگاه دیگر برایمان چندان فرقی نمی کند که مرتکب کارهای به ظاهر احمقانه شویم. شاید فردی که می خواهیم ببوسیمش فکر کند ما شخصیت مضحکی داریم. ممکن است شخصی که در شهر غریب از او آدرس پرسیدیم با نگاهی تحقیرآمیز به ما بنگرد. اینکه این افراد چنین رفتارهایی را از خود نشان دهند دیگر برایمان اتفاق تازه‌ای نخواهد بود. آنها فقط واقعیتی را تایید کردند که ما آن را قبلتر پذیرفته ایم. اینکه ما هم مثل آنها و مثل هر شخص دیگری روی کره زمین احمق هستیم. گرچه عموماً از خطرات سعی و خطا می هراسیم، اما آسیب‌های ناشی از ریسک‌ها عمدتاً با انجام خود آن عمل رفع می شود. ترس از شرمساری دیگر همواره در پس زمینه ذهنمان حضور نخواهد داشت.
وقتی بپذیریم که شکست امری عادی است، آنگاه این آزادی را می‌یابیم که کارهای جدید انجام دهیم و علی‌رغم دافعه‌های بسیاری که به نظرمان از بیرون بر ما تحمیل می‌گردد، ممکن است آن کار جدید واقعاً مؤثر واقع شود. بوسه خود را بگیریم، دوست پیدا کنیم و ترفیع بگیریم. نقطه آغاز راه رسیدن به اعتماد به نفس بالا این است که هر روز صبح قبل از اینکه از منزل بیرون برویم با اعتقاد تمام به خود بگوییم که خلوچل هستیم، عقب افتاده، احمق و کودن هستیم. بدین ترتیب میپذیریم که قدری کار احمقانه چندان اهمیت زیادی ندارد. بخش سوم، سندروم شارلاتان بودن. ما اغلب در مواجهه با چالش‌ها احتمال می‌دهیم که دیگران موفق خواهند شد، زیرا خودمان را جز اشخاص برنده محسوب نمی‌کنیم. هر بار به مسئولیت پذیری یا پرستیژ فکر می‌کنیم، بیدرنگ خود را شیاد می‌پنداریم. خود را همچون بازیگری تصور می‌کنیم که در نقش خلبان لباس فرم پوشیده و با شادی تمام اعلام حضور می‌کند، در حالی که حتی نمی‌تواند موتور هواپیما را روشن کند. ریشه سندروم شارلاتان بودن تصویر به شدت زیان آوری است که از شخصیت افراد بالادست جامعه داریم. احساس شیاد بودن به دلیل ضعف‌های ما نیست، بلکه دلیلش این است که حتی تصورش را هم نمی‌توانیم بکنیم که در پشت ظاهر زیبای افراد موفق چه ضعف‌های عمیقی وجود دارد. سندروم شارلاتان بودن ریشه در دوران کودکی دارد، به خصوص در این حس قوی که والدین تفاوت زیادی با بچه‌ها دارند. برای کودک 4 ساله قابل درک نیست که مادرش زمانی همسن او بوده، نمی‌توانست رانندگی کند، به لوله‌کش دستور بدهد که چه کاری انجام دهد، زمان خوابیدن دیگران را تعیین کند و با همکارانش به مسافرت برود. کارهایی که کودک با تمام وجود عاشق آنهاست، پریدن روی تخت، شکلات و شیرینی، با علایق بزرگترها تفاوت زیادی دارند. بزرگترها دوست دارند ساعتها پشت میز بنشینند، با هم صحبت کنند و آبجویی بنوشند که مزه آهن زنگ زده می دهد. ما هر روز زندگی خود را با این باور ذهنی شروع می کنیم که افراد شایسته و قابل تحسین اصلاً هیچ شباهتی به ما ندارند و این تجربه کودکی با مشخصه های بنیادین شرایط انسانی همراه می شود. ما خود را از درون می شناسیم، اما دیگران را فقط از بیرون می بینیم. از نگرانی ها و تردیدهای درونی خود آگاه هستیم، در حالی که آنچه از دیگران می دانیم تنها کارهایی است که انجام می دهند و حرفهایی است که به ما می گویند. این منابع اطلاعات بسیار محدود و نسبتاً گزینشی هستند. اغلب ناگزیر در ذهنمان به این نتیجه می رسیم که جزء انسانهای عجیب و غریب و شورشگر هستیم. با این حال واقعیت این است که نتوانستیم درک کنیم که دیگران نیز مانند ما شکننده هستند. گرچه شاید ندانیم چه عاملی باعث آزار درونی افراد قابل تحسین گشته است، اما می توانیم مطمئن باشیم که قطعاً چنین عاملی وجود دارد. ممکن است دقیقاً ندانیم آنها از چه چیزی پشیمان هستند، اما چنین حس آزاردهنده‌ای در آنها نیز وجود دارد. شاید دقیق ندانیم چه عقده‌های جنسی دارند، اما قطعاً این مشکل برای آنها نیز وجود دارد. به این دلیل می توانیم از این واقعیت مطمئن باشیم که نقاط ضعف و اضطراب‌ها امکان ندارد نفرین‌هایی باشند که منحصراً ما دچارشان هستیم، بلکه ویژگی‌های عمومی ذهن بشر هستند. راه درمان سندروم شارلاتان بودن یک جهش ایمانی سرنوشت ساز است. اینکه دریابیم ذهن دیگران نیز مانند ذهن ما عمل می کند. دیگران هم مانند ما گاهی نگران، نامطمئن و خودرأیند.
در دیدگاه سنتی اگر کسی جزء طبقه اشراف بود، باعث میشد سریعتر مسیر کسب دانش را طی کند و از طریق دانستن ویژگی‌های واقعی افراد برتر اعتماد به نفس کسب کند. در انگلستان قرن 18 از دید افراد خارجی و کم و بیش از نظر همگان، یک دریادار با آن لباس فرم و آن کلاه که نواری از گل و تزئینات طلا داشت و هزاران زیردست که کارهایش را برای او انجام می‌دادند، شخص بسیار مهمی به نظر می آمد. اما فرمانروا یا مرزداری که در همان طبقه اجتماع زندگی کرده بود، مقام دریادار را طور دیگر می‌دید. چه بسا شب گذشته در کلوب شبانه آن اشرافزاده دریادار را در حال باخت در ورق بازی دیده است. احتمالاً می‌داند که در کودکی نام مستعار دریادار استیکی بوده، چون مربا را به شکل بدی می‌خورده است. احتمالاً عمه‌اش داستان خواستگاری دریادار از خواهرش را در یواک برایش تعریف کرده است. احتمالاً می‌داند که دریادار به پدر بزرگش بدهکار بوده و پدر بزرگش او را فردی خوار و کوچک می‌دانسته است. فرد اشرافی از طریق روابط و آشنایان کاملاً از این واقعیت آگاه می‌شد که دریاداری موقعیتی دست نیافتنی و ویژه خدایان نیست، بلکه کاری است که حتی آن استیکی هم می‌تواند انجامش دهد. راه دیگر برای رهایی از این نوع اعتماد به نفس پایین این است که از منظری به مسائل نگاه کنیم که نقطه مقابل طیف اجتماعی اشراف است، یعنی از منظر یک خدمتکار. مونتنی در قرن 16 خاطر نشان کرده است که هیچ کس برای خدمتکارش قهرمان نیست. احترام کمتری که خدمتکار نسبت به اربابش احساس می کند، گاهی می تواند تشویق کننده و امید بخش باشد. زیرا بسیار پیش می آید که از سر ترس و تحت تأثیر هیبت قهرمانانمان حتی فکر اینکه با چنان کسانی وارد رقابت شویم یا با آنها برابری کنیم به سرمان نمی زند. اشخاص برجسته جامعه هرگز برای کسانی که از آنها مراقبت کردند جذاب نبودند. همچنین برای کسانی که آنها را در زمان مستی دیدند، لکه‌های روی لباس‌های زیر آنها را وارسی کردند. بدگمانی‌هایشان را درباره موضوعاتی شنیدند که در عرصه عمومی برخلافش از آن چیزها دفاع کردند و دیدگاهی مستحکم درباره آنها بیان کردند. شاهد گریه‌هایشان بودند که با احساس شرمساری به اشتباهات راهبردی بزرگ خود اعتراف کردند، گرچه در ظاهر منکر آنها می‌شدند. خدمتکار و اشرافزاده عموماً و منطقاً حدود و ثغور اختیارات و قدرت نخبگان جامعه را می‌دانند. خوشبختانه لازم نیست حتماً در موقعیت خدمتکار و اشرافزاده باشیم تا بتوانیم خود را از بند احترام به افراد نخبه آزاد کنیم. یکی از کارکردهای هنر در حالت ایدئال این است که ما را در ذهن افرادی ببرد که از آنها هراس داریم تا بتوانیم تجربیات عادی، گیج کننده و ناراحت کننده ای را ببینیم که درون آنها وجود دارد. مونتنی در بخشی از مقالات خود در سال 1580 خوانندگان خود را به زبان ساده فرانسوی با زیرکی از این حقیقت مطلع کرد که پادشاهان و فلاسفه نیز توالت می روند، بانوان نیز همینطور. حتی وقتی اسناد و مدارکی را لحاظ می کنیم که مونتنی درباره دستشویی کردن آنها دارد، کماکان فکر می کنیم افراد بزرگ هرگز نیازی به نشستن در توالت نداشتند. هیچگاه وجود چنین چیزی را نمی بینیم، در حالی که با قطع و یقین از فعالیت‌های گوارشی همه انسان‌ها آگاه هستیم. بنابراین حس می کنیم چون ما بدنهایی زمخت و بد داریم نمی توانیم فیلسوف، پادشاه یا بانو باشیم و اگر هم خود را در این نقش‌ها قرار دهیم فقط شیادی به خرج داده ایم. مونتنی با راهنمایی‌هایش دعوتمان می کند تا شخصیت افراد قدرتمند را بشناسیم،
اما هدف واقعی صرفاً فقدان اعتماد به نفس درباره عملکرد بدنی ما نیست، بلکه مسئله مهمتر کمرویی روانی است. مونتنی گفته است پادشاهان، فلاسفه و بانوان هم دچار تردید و احساس عدم کفایت می شوند. گاهی ناخواسته به در کوبیده می شوند و افکار شهوانی عجیب درباره اعضای خانواده خود دارند. به علاوه به جای اینکه صرفاً به شخصیت‌های بزرگ فرانسه در قرن 16 فکر کنیم، می توانیم این مثال را تعمیم دهیم و این واقعیت را به مدیران ارشد، وکلای شرکت‌ها، سخنرانان و کارآفرینان موفق نیز منتسب کنیم. آنها هم گاهی از عهده کارها بر نمی آیند، احساس می کنند که تحت فشار تسلیم خواهند شد و به دلیل برخی از تصمیمات خود شرمسار و پشیمانند. همه ما دچار چنین احساساتی هستیم. شکنندگی‌های درونی ما باعث نمی شود آنچه را که دیگران قادر به انجامش هستند از ما نیز بر نیاید. اگر ما در نقش آنها بودیم شیاد نمی شدیم، بلکه فقط فردی عادی بودیم. هرگاه این جهش ایمانی را انجام دهیم و دریابیم که شخصیت دیگران چگونه است، آنگاه نگاهی انسانی به دنیا خواهیم داشت. وقتی با غریبه‌ای روبرو می‌شویم، در واقع با یک غریبه سر و کار نداریم، بلکه با کسی روبرو هستیم که علی‌رغم نشانه‌های ظاهری اساساً شباهت زیادی به خودمان دارد. بنابراین بین ما و امکان موفقیت، تعهد و کامیابی هیچ مانع بنیادینی وجود ندارد. بخش 4. به سیستم اعتماد کنید. وقتی ایده‌های خود را برای جهانیان مطرح می‌کنیم، پاسخ متعارفی که در مقابل آن می‌شنویم خیر است. در محل کار خود پیشنهادی را مطرح می‌کنیم که در نظر خودمان بسیار خوب است. قدری تحقیق می‌کنیم. گزینه‌های استراتژیک را کنار هم می‌گذاریم و آن را تحویل همکار ارشد می‌دهیم که موافقت کرده کمی روی آن فکر کند. اما پس از گذشت 6 هفته پیامی به ما می‌رسد به این مضمون: شرکت از پیشنهاد شما سپاسگزار است، اما دیگر آن را پیگیری نخواهیم کرد. در این پیام هیچ توضیح دقیقی داده نشده و فقط یک دیدگاه کلی به ما دادند. به جای اینکه مثلا بگویند که اکنون زمان درستی نیست، با سیاست‌های کلی همخوان نیست یا چیزی نیست که برای کل گروه مفید باشد. ممکن است نومید شویم، اما در این خلال نظراتی را دریافت می‌کنیم. سرانجام به این نتیجه می‌رسیم که پیشنهاد ما نمی‌توانسته پیشنهاد خوبی باشد. شاید در آینده بیشتر دقت کنیم. شاید ایده یک محصول جدید به ذهن ما خطور کند. به نظرمان می‌رسد شکافی در بازار وجود دارد. با مشاور تجاری خود تماس می‌گیریم و در مورد آن صحبت می‌کنیم. اما او با تمسخر فراوان به ما می‌گوید که این کار نتیجه بخش نخواهد بود. این مشاوران تجاری عینک‌های زیبایی به چشم دارند و زمانی با BMW و یا گوگل همکاری داشتند و سرانجام کل آن طرح را از لپتاپ خود پاک می‌کنیم. شاید سالها با رضایت از گوشی قدیمی خود استفاده کنیم. گوشی خیلی پیشرفته‌ای نیست، اما کارهای مورد نیازمان را انجام می‌دهد. متاسفانه یک روز آن را در قطار جا می‌گذاریم و وقتی به فروشگاه مراجعه می‌کنیم تا گوشی دیگری از همان مدل بخریم، فروشندگان اصلاً کمکی نمی‌کنند. می‌گویند مدل گوشیمان بسیار از مد افتاده است. پردازنده‌اش مال عصر حجر است و نمایشگری با دقت 540 در 960 پیکسل دارد که با کارکردهای امروزی اصلاً منطبق نیست. با آن گوشی هیچ کاری نمی شود کرد. سرانجام پیشنهاد گوشی جدید را میپذیریم با اینکه علاقه زیادی با آن نداریم. چند هفته بعد در یک کنفرانس کسی را میبینیم که با خوشحالی از همان گوشی مورد علاقه ما استفاده میکند.
در موارد کوچک و بزرگ در برابر قضاوت‌های سیستم کوتاه می‌آییم. سیستمی که در قیاس با قدرت و هیبتش امیدها و آرزوهای ما اموری ناچیز و گذرا به نظر می‌آیند. یکی از ریشه‌های عدم اعتماد به نفس سطح قابل توجه و خطرناکی از اعتماد است. ارثیه‌ای که متعلق به دورانی است که در زندگیمان کسانی اختیار امور را در دست داشتند که برای ما بهترین‌ها را در ذهن می‌پروراندند و برای ارزیابی تک تک نیازهای ما زمان صرف می‌کردند. وقتی والدین می‌گفتند که نمی‌توانیم در اتاق خواب خود از کامپیوتر استفاده کنیم یا اینکه به صلاح نیست با اردوی مدرسه به اسپانیا سفر کنیم، می توانستیم اطمینان داشته باشیم که نظراتشان از سر بدخلقی یا بی‌ذوقی نیست، بلکه فقط از روی خیرخواهی و پختگی آنها بوده که همیشه خبرهای بد را اعلام می کردند. بر اساس چنین تجربیاتی است که در مورد کسانی که باعث رنجش ما شده اند باوری مهربانانه در ذهنمان می پروریم. حس می کنیم مدیر ارشد، مشاور تجاری یا دستیار فروش مانند خانواده خودمان به شیوه خود مراقب قضاوت‌هایشان هستند، اما روشن است که این تصور نمی تواند واقعیت داشته باشد. در پایان دوران کلاسیک در اوج قرن 4 و 5 میلادی، در همان حین که امپراتوری روم غربی در حال فروپاشی بود، فیلسوف مسیحی اگوستین قدیس سعی کرد تا نقص‌های بنیادین و غیرقابل اجتناب تمامی نظام‌های بشری را بیان کند. او بین دو نوع نظام انسانی تقابلی اساسی ترسیم کرد. یکی را شهر خدا نامید، ایدئالی فرضی که در آن نهادها دقیقاً همان طوری هستند که مطلوب ماست. نهادهایی هوشمندانه، نوع دوستانه و مبتنی بر مهر و محبت. در مقابل نوع دیگری از نظام انسانی بود که آن را شهر انسان نامید، قلمرویی که نهادهای آن را چنین توصیف کرده است: گاهی خیرخواه اما عمدتاً سست، بی‌قاعده، فاسد و یا بی‌تفاوت. آراء اگوستین قدیس اگرچه تاریک بودند اما در این حال ایده‌هایی درخشان بودند. بر حسب شناخت و معرفتی که از آراء اگوستین حاصل شد، این به اعتقادی فراگیر مبدل شد که به طور طبیعی غیر ممکن است نهادهای انسانی امیدهای ما را برآورده سازند. آنها هرگز نمی توانند همان نهادهای هوشمند و مهرآیینی باشند که ادعایش را دارند. چون این آرزوهایی متعلق به زندگی پس از مرگ بود یا به تعبیر منطقی تر امروزی همان ناکجا آباد. کودکان به هیچ وجه نمی توانند درک کنند که در ذهن بزرگسالان صاحب قدرت و مرجعیت چه می گذرد. اگر کودک مدرسه‌ای معلم خود را صبح شنبه در فروشگاه یا در حال ورزش در پارک ببیند، بسیار تعجب می کند. در ذهن آنها این شخص بزرگ فقط همان معلم است و کودک فکر می کند کل زندگی معلم حول کلاس درس و میز بزرگی می گذرد که معلم پشتش می نشیند. از نظر کودک هیچ پیش زمینه‌ای وجود ندارد. گویی معلم‌ها هیچ وقت کودک نبودند، دچار هیچ مشکلی نبودند، هیچ آرزوی دست نیافتنی نداشتند یا شب بیداری نکشیدند. در کودکی تلاش می‌کنیم جزئیات واقعیت وجودی بزرگسالان را دریابیم. اما بلوغ به معنای درست و ایدئال کلمه یعنی این که وقتی مقام و جایگاه افراد در سیستم بسیار بالا باشد، از اسطوره‌هایی که گرد وی را گرفته گذر کنیم و وجه بشری وی را تمام و کمال درک کرده و به رسمیت بشناسیم. سرانجام وقتی دیگران را مثل خودمان موجوداتی پیچیده و ناکامل بدانیم، از آنها طوری تعریف می کنیم که گرچه ممکن است برایشان عجیب باشد، اما تعریفی معتبر و سنجیده است. شاید این فرایند را نوعی افسون زدایی بدانیم، اما در این حال وسیله‌ای ضروری برای آینده است که در آن کلمه خیر امری منصفانه و دور از سال به نظر برسد.
بخش 5. تاریخ یعنی همین لحظه کنونی. یکی از چیزهایی که افراد با اعتماد به نفس را از دیگران متمایز می کند، دیدگاه آنها نسبت به تاریخ یا گذشته است. عمدتاً افراد فاقد اعتماد به نفس عقیده دارند تاریخ به اتمام رسیده است، در حالی که افراد دارای اعتماد به نفس اعتقاد دارند تاریخ همچنان در حال پیشروی است و چه بسا روزی حتی خودشان تاریخ ساز شوند. یکی از انحراف‌های ذاتی که در نگاه ما به جهان وجود دارد این است که تاریخ تعیین شده است. گویی تمام امور اطرافمان با یکدیگر همدست می‌شوند تا احساس تغییر ناپذیری را در ما تشدید کنند. تمام چیزهای اطراف ما طوری ما را فریب می‌دهند که گویی وضع موجود همواره پایدار است. افرادی ما را احاطه کردند که بسیار قد بلندتر از ما هستند و سنت‌هایی گرد ما را گرفتند که سالها حتی قرنها تداوم داشتند. درک ما از زمان شدیداً مبتنی بر زمان حال است. برای یک کودک 5 ساله، سال گذشته به اندازه 1 قرن به نظر می رسد. خانه‌ای که در آن زندگی می کنیم، مانند یک معبد پا بر جا به نظر می رسد. مراسمی که در مدرسه ما بود، انگار همان مراسمی است که از ابتدای خلقت زمین اجرا می شده است. دائما به ما گفته می شود که چرا امور به این شکل هستند و نه به شکل دیگر و مدام ترغیب می شویم بپذیریم که واقعیت طبق خواسته های ما پیش نرفته است. به این باور می رسیم که بشریت دیگر همه امکانها را در نوردیده است و بنابراین اگر تاکنون اتفاقی نیفتاده است به این دلیل بوده که یا امکانش وجود نداشته و یا نباید اتفاق می افتاده است. نتیجه این امر آن است که هنگام تصور گزینه‌های بدیل احتیاط زیادی از خودمان به خرج می دهیم. نیازی نیست کسب و کاری جدید راه بیاندازیم چون بازار الان اشباع شده است. پیشگام شدن در یک رویکرد هنری جدید کاری بیفایده است چون همه چیز بر طبق الگویی ثابت پیشاپیش تعیین شده است. وفاداری به ایده‌ای جدید کاری بیهوده است چون این ایده تکراری و یا احمقانه است. با این حال وقتی تاریخ را مطالعه می کنیم این تصویر به وضوح تغییر می کند. وقتی زمان سرعت می یابد و بررسی تاریخ قرنها در چند دقیقه انجام می شود می بینیم چیزی که همیشه وجود دارد واقعیت تغییر است. قاره‌های جدید کشف شدند. شیوه‌های دیگری برای اداره حکومت‌ها پدید آمدند. نحوه لباس پوشیدن و عبادت تغییر کرده است. زمانی مردم عبایی عجیب به تن می‌کردند و با ابزاری عجیب زمین را شخم می‌زدند. سر پادشاهان را می‌بریدند. مردم با کشتی‌های آسیب پذیر سفر می‌کردند. چشم گوسفند را می‌خوردند. از لگن استفاده می‌کردند و نمی‌دانستند چطور دندانهای خود را ترمیم کنند. با دانستن اینها حداقل در تئوری در میابیم که همه چیز همواره در تغییر و دگرگونی است. با این حال در عمل و تقریباً بدون اینکه بدانیم تمایل داریم خود و جامعه را از این باور متعارف دور بدانیم که ما نیز به همین فرایند متغیر و مغشوش تعلق داریم و در حال حاضر بازیگران اصلی آن محسوب می‌شویم. حس می‌کنیم تاریخ آن چیزی است که قبلا اتفاق افتاده و نمی‌تواند همکنون در اطراف ما در جریان باشد. تصور می‌کنیم حداقل در محدوده ما امورات سر و سامانی پیدا کردند. برای اصلاح این بی‌توجهی نسبت به تغییر فراگیر و مقابله با انفعالی که عموماً به بار می‌آورد چند بیت از شعر 4 کوارتت تی.اس. الیوت را می‌آوریم. در عصری زمستانی در کلیسایی متروک وقتی روشنایی رو به خاموشی است تاریخ یعنی همین لحظه کنونی و انگلستان نیست.
در عصرهای زمستانی حدود ساعت 4 فضای کلیساهای کوچک مناطق روستایی انگلستان که عموماً در قرون وسطی ساخته شده اند به شکل خاصی آرام به نظر می رسند. هوای این کلیساها گرفته و کهنه است. کف سنگی کلیسا به مرور زمان زیر گام‌های مؤمنان فرسوده شده است. بروشور کنسرتی در پیشخوان است که در آینده نزدیک اجرا می شود و در ادامه صندوق صدقه توجهمان را جلب می کند. بالای سکو پنجره شیشه‌ای با نقش قدیس‌ها پیتر و جان که هر یک بره‌ای در دست دارند قرار دارد که نور خورشید در حال غروب از آن به درون می‌تابد. این مکانها محلی برای تفکر برای تغییر دنیا نیستند. آنها اشاره کنان به ما میگویند که عقلانی تر است امورات را همانطور که هستند بپذیریم. از زمین کشاورزی به خانه برگردیم، آتشی روشن کنیم و عصرگاهان را استراحت کنیم. بدین ترتیب به بیت سوم و فراز پرتنین شعر الیوت برمیگردیم. تاریخ یعنی لحظه کنونی و انگلستان نیز. به عبارت دیگر هر چیزی که در مورد تاریخ می‌دانیم، مثلا شجاعت بی‌نظیر بزرگ مردان، تغییرات شدید در ارزش‌ها، پرسش‌های بنیان افکن در مورد اعتقادات کهن و تغییر دادن نظام قدیم همچنان ادامه دارد. حتی در همین لحظه، حتی در مکانهایی که به نظر ثابت و آرام هستند، مثل شملی گرین که الیوت این شعر را در آنجا نوشته است. به این دلیل این تغییرات را نمی‌بینیم که خیلی به اتفاقات نزدیک هستیم و به لحاظ زمانی از این دوره چندان فاصله‌ای نداریم. در همین لحظه دنیا در حال شدن و تغییر است. بنابراین هر کدام از ما حداقل در تئوری شانسی هر چند کوچک یا بزرگ داریم که ناممان در تاریخ ثبت شود. در همین دوره کنونی می توانیم شهر زیبایی مانند ونیز بسازیم. همچون دوره رنسانس ایده‌های انقلابی بیاوریم و جنبش فکری پرآوازه‌ای همچون بودیسم تأسیس کنیم. زمان حال تمامی احتمالات گذشته را در بر دارد و به همان اندازه نرم و قابل انعطاف است. نباید باعث ترس ما شود. شیوه عشق ورزیدن، سفر، دیدگاه‌های هنری، اداره کردن، خودآموزی، اداره کسب و کارها، پیر شدن و مرگ همگی می توانند پیشرفت کنند. دیدگاه‌های فعلی ممکن است مستحکم به نظر آیند، اما در واقع عموماً در مورد انعطاف ناپذیری آنها مبالغه می کنیم. عمده چیزهایی که اکنون وجود دارند اختیاری هستند و لزوماً نه غیر قابل اجتناب بودند و نه درست، بلکه نتیجه آشفتگی بودند و تصادفی رخ دادند. حتی در غروب‌های عصر زمستانی باید اعتماد به نفس داشته باشیم. از قدرت خود در همسو شدن با تاریخ اطمینان داشته باشیم. اینکه قادر هستیم حتی اندازه‌ای کوچک مسیر آن را تغییر دهیم. بخش ششم، تجربه. یکی از بزرگترین سرچشمه‌های نومیدی این است که تصور کنیم امورات باید سهل‌تر از آن چیزی باشند که واقعاً هستند. تسلیم می‌شویم نه به خاطر خود دشواری امور، بلکه به این دلیل که انتظار نداشتیم اینقدر سخت باشند. این تقلاها شاهدی بر این واقعیت شرم‌آور تفسیر می‌شوند که ما استعداد و توانایی لازم برای رسیدن به آرزوهای خود را نداریم. کم کم مطیع و رام می‌شویم و در نهایت تسلیم خواهیم شد. زیرا تصور می‌کنیم چالش‌هایی به این دشواری بی نهایت نادرند. بنابراین ظرفیت داشتن اعتماد به نفس بالا تا اندازه زیادی به سختی‌هایی مربوط می‌شود که با آنها روبرو خواهیم شد. متاسفانه روایت‌های موجود به دلایل متعدد شدیداً گمراه کننده هستند.
داستانهایی گرد ما را گرفتند و دست به دست هم دادند تا موفقیت را از آنچه که هست ساده تر جلوه دهند. بدین ترتیب اعتماد به نفسی که برای مواجهه با مشکلات لازم است، ناخواسته در ما از بین می رود. گاهی اوقات ارائه تصویری از امور که مبتنی بر روایت‌های خوشبینانه‌اند، مبتنی بر نیتی خیرخواهانه‌اند و چندان ضرری ندارند. اگر به کودکی بگوییم چه چیزی در ویترین فروشگاه انتظارش را می کشد، مانند تنهایی، روابط زمخت و بد، شغل‌های دلسرد کننده، ممکن است بترسد و تسلیم شود. بنابراین ترجیح می دهیم ماجراهای میفی، خرگوش زیبا و ستودنی را برایشان بخوانیم. در موقعیت‌های دیگر دلایل سکوتمان در رویارویی با دشواری‌ها جنبه شخصی بیشتری دارد. سعی داریم دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم. هنرمند موفق یا کارآفرین ماهر راه زیادی را طی می‌کند تا کار خود را متمایز و کار دیگران را ساده، طبیعی و مبتذل جلوه دهد. هوراس شاعر رومی بر این باور بود که هنر اساساً یعنی هنر پنهان کردن. یک استندآپ کمدین بزرگ در حین اجرا جزئیات اضطراب‌آور بازی را به نمایش نمی‌گذارد. او به ما نمی‌گوید با چه اضطرابی در فکر این بوده که آیا بهتر است آخرین خط را نشسته اجرا کند تا حس نوعی انفعال مطلق را به مخاطب بدهد، یا اینکه در حالت ایستاده اجرایش کند تا حس نوعی انرژی محبوس شده را منتقل کند که در حال آزاد شدن است، یا اینکه آیا بهتر است برای ترجیع بند لطیفه ابتدای اجرا از کلمه ریز استفاده کند یا همان عبارت بسیار کوچک بهتر است. برای ادا کردن صحیح اولین چیزی که به ذهن خطور می کند سالها تجربه و تمرین لازم است. به عنوان مشتری هزینه می پردازیم تا از این گونه درگیری ها دور بمانیم. دوست نداریم پیش‌نویس‌های اولیه رمان نویسان را بخوانیم. نمی‌خواهیم در مورد دشواری‌های شرکت برای رزرو هتل یا شکایات مهندسین در مورد سیستم هیدرولیک چیزی بدانیم. می‌خواهیم ظاهر صیقلی دستگاه را بدون اطلاع از مدارهای پیچیده‌ای که زیر آن نصب شده تحسین کنیم. اما بالاخره زمانی فرا می رسد که جایگاهمان از مصرف کننده به تولید کننده تغییر کند و آن هنگام است که بابت بی‌توجهی هایمان هزینه بسیار سنگین‌تری خواهیم پرداخت، یعنی هزینه اعتماد به نفس و احترام به خود. به جای اینکه شکست‌هایمان را در راستای حرکت حتمی به سوی تسلط و استادی سوق دهیم، آنها را دلیلی بر بی‌عرضگی خود قلمداد می‌کنیم. بدون نقشه‌ای دقیق برای پیشرفت نمی‌توانیم بر اساس شکست‌هایمان موقعیت خود را تشخیص دهیم. به قدر کافی شاهد پیش‌نویس‌های اولیه افراد موفق نبوده ایم و بنابراین نمی‌توانیم خود را برای نگرانی تلاش‌های اولیه ببخشیم. برخی جوامع در مواجهه با چالش‌های مربوطه هوشمندتر از ما عمل کردند. مثلا در جزیره یونانی آجینا هدف از تزیین مجسمه‌های با ارزش معبد باستانی الهه آفیا نمایش نحوه زندگی یک جنگجو بوده است. شخصی سعی دارد نیزه‌ای در بدن شما فرو کند. سرباز کناری شما به زمین می‌افتد، به عقب هل داده می‌شوید. شمشیر خودتان به سرتان کوبیده می شود و وقتی دارید فرار می کنید سرباز دشمن تیری به پشت شما می زند. کسانی که فرمان ساخت معبد را در دست داشتند در پی این بودند که مردم خود را برای سختی‌های جنگ آماده کنند تا همیشه برای نبرد آماده باشند. در این حال آنها زندگی کسانی را تحسین و تمجید می کردند که جرأت پذیرش چنین درگیری‌هایی را داشتند. سازندگان معابد می گفتند جنگجوها شایسته شهرتند، چرا که جنگ هرگز راه ساده‌ای برای رسیدن به افتخار نبود.
نیاز مبرمی وجود داشت که چنین دلاوری‌هایی مخفی نشوند و درست در مرکز شهر به نمایش گذاشته شوند تا در زمانهای مهم و جدی از دوران جوانی گرفته تا پیری همیشه مقابل چشمان مردم باشد. علی‌رغم داشتن منابع محدود، جوامع قدیم یونانی راه زیادی را پیموده بودند تا به خود یادآوری کنند شغل آبرومندانه نیز نیازمند تحمل سختی‌های بسیار است. در حالی که ما برعکس به جزئیات و داستان‌های جالب و نیز انتظاراتی که از زندگی حرفه‌ای خود داریم بی توجه هستیم. برای افزایش اعتماد به نفس خود لازم است به طور منظم با معادل‌های مدرن مجسمه‌های کلاسیک مواجه شویم. فیلم‌ها، اشعار، ترانه‌ها و رمان‌هایی که به بازنمایی رنج‌هایی می‌پردازند که در گستره ملالتبار سرمایه‌داری مدرن انتظار ما را می‌کشند. مراکز پخش عمده جهان، دفاتر مالیاتی، استراحتگاه‌های فرودگاه، کنفرانس‌های منابع انسانی و نشست‌های مدیریتی. هنرمندانی که اعتماد به نفس را بالا می‌برند، با صراحت و بدون هیچ گونه کمرویی به ما نشان می‌دهند که الزامات حقیقی زندگی موفق چیست. آنها دشواری‌های پیش روی ما را پیشاپیش برایمان مرور می‌کنند. اشک‌هایی که در اتاق‌های محل کار خواهیم ریخت، جلساتی که در آنها ایده‌های ما رد خواهند شد و چشماندازهایی که بی نتیجه خواهند ماند، مقالات تمسخرآمیزی که در روزنامه‌ها درباره خود می‌خوانیم، ساعاتی که به تنهایی در اتاق‌های هتلی در خارج از کشور می‌گذرانیم، در حالی که بازی فرزندانمان در مدرسه را از دست می‌دهیم. این حس که بینش‌های عالی ما بسیار دیر به ذهنمان خطور می‌کند و بیخوابی‌هایی که به دلیل نگرانی و آشفتگی ذهنی دچارشان می‌شویم. بنابراین بهتر است تجربیات آتی خود را در بستر مجموعه‌ای از انتظارات واقعی قرار دهیم. در این صورت شکست‌های ما معنای متفاوتی خواهند داشت. در این صورت به جای اینکه دلیلی بر عدم توانایی ما باشند و اعتماد به نفس ما را از بین ببرند، بیشتر نشان دهنده این خواهند بود که در مسیر استانداردی قرار داریم که به ایدئال‌های مورد تحسینمان خواهد انجامید. در این صورت نگرانی‌ها، پسرفت‌ها و مشکلاتمان را مسائلی اجتناب ناپذیر خواهیم دانست و نه نوعی خطا یا زنگ خطر. اعتماد به نفس این نیست که باور داشته باشیم هیچگاه با موانع روبرو نخواهیم شد، بلکه درک این واقعیت که مشکلات جزئی اجتناب ناپذیر از اهدافی هستند که ارزش تلاش کردن دارند. بنابراین باید داستانها و روایتهای متعددی در ذهن داشته باشیم که نقش درد، اضطراب و نومیدی را حتی در بهترین و موفق‌ترین زندگی‌ها عادی بدانند. بخش هفتم، مرگ. بسیاری از کارها هستند که هر روز آنها را عقب می‌اندازیم، مثل رابطه جدیدی که به خاطر هر دو طرف بهتر است پایان یابد، چون الان با شخص دیگری در رابطه است و نزدیک شدن با وی باعث ایجاد ترس در ما می شود. شغل دیگری که نوید استفاده از نبوغ فراوان ما را می دهد. خانه ساحلی که چشمانداز زیبایی دارد و با این حال کاری انجام نمی دهیم. بسیاری از کارها هستند که هر روز آنها را عقب می اندازیم. مانند رابطه جدیدی که به خاطر هر دو طرف بهتر است پایان یابد، چون الان با شخص دیگری در رابطه است و نزدیک شدن به وی باعث ایجاد ترس در ما می شود. شغل دیگری که نوید استفاده از نبوغ فراوان ما را می دهد. خانه ساحلی که چشمانداز زیبایی دارد و با این حال کاری انجام نمی دهیم. ممکن است حدود ساعت 3 صبح لحظاتی پر از اضطراب را از سر بگذرانیم،
اما با طلوع آفتاب آرزوهای خود را به خاک می سپاریم و با تردید به زندگی ادامه می دهیم. ناگهان خود را می بینیم که فقط مشغول فکر کردن در مورد چیزهای جالبی هستیم که قصد داریم پس از بازنشستگی انجام دهیم بی آنکه وارد عمل شویم. به زندگی اجازه می دهیم قطره قطره هدر رود. تردید ما ناشی از احساس خطر است. هر حرکتی خطراتی را به ذهنمان متبادر می کند. شاید خریدن خانه جدید کار درستی نباشد. تغییر شغل ممکن است منجر به شکست ما شود. شخص مورد علاقه‌مان ممکن است ما را نپذیرد و شاید از ترک رابطه قبلی پشیمان شویم. اما منفعل بودن هم بدون هزینه نیست، چون هنگامی که بر حسب نوعی ذهنیت متعارف به انفعال تن بدهیم، با مسئله‌ای مواجه می‌شویم که حتی از شکست ترسناکتر است. یعنی با این تراژدی مواجه می‌شویم که زندگیمان را هدر داده ایم. ما به آسانی ساده ترین و عمیق ترین واقعیت وجودی خود را نادیده می‌گیریم. اینکه روزی زندگیمان به پایان خواهد رسید. واقعیت تلخ فانی بودن ما به حدی برایمان غیر قابل قبول است که تصور می‌کنیم زندگی جاودانه‌ای خواهیم داشت و همیشه فرصت رسیدن با آرزوهای سرکوب شده خود را داریم. فکر می‌کنیم سال آینده یا سال بعدترش فرصت خواهیم داشت، اما با هیجان انگیز کردن کاری که ممکن است شکست و همراه داشته باشد، جدیت خطرات را اهمیت نمی دهیم که باعث نوعی پنهانکاری منفعلانه می شود. در قیاس با ترس از مرگ، رنجها، مشکلات و ماجراجویی‌های پرخطر ما چندان هم ترسناک به نظر نمی رسند. باید یاد بگیریم که خود را در یک زمینه بیشتر بترسانیم تا در زمینه‌های دیگر ترسمان کمتر شود. عجیب نیست که با این مسئله درگیر باشیم که چه مدت در این جهان خواهیم بود. در ابتدا زندگی کاملاً بی انتها به نظر می رسد. در 7 سالگی حس می کنیم تا رسیدن کریسمس یک عمر می گذرد. در 11 سالگی غیر ممکن است تصوری از 22 سالگی خود داشته باشیم. در 22 سالگی 30 سالگی به نظر بسیار دور می آید. زمان بسیار طولانی به نظر می رسد، اما در واقعیت بسیار کوتاه است و زود می گذرد. نوعاً مردم در موقعیت‌های خاص از زندگی درگیر فکر مرگ می شوند. وقتی به 40 یا 50 سالگی می رسیم، ناگهان دیدگاهمان عوض می شود. یا می ترسیم و یا بدخلق می شویم. اتومبیل جدید می خریم، موسیقی می آموزیم. با این حال این موضوع نشان دهنده شکستی چشمگیر در پیشبینی‌های ماست. جنبه عجیب موضوع این نیست که همه ما بالاخره می میریم، بلکه این واقعیت تعجب انگیز است که ماهیت وجودمان را زودتر از اینها در ذهن خود نپذیرفته ایم. بحران میان سالی باعث بیداری نیست، بلکه نشانه این است که بابت زندگی خود تأسف می‌خوریم، اینکه برای چنین چیزی آماده نبودیم. اما درست این است که نباید هیچ وقت نیاز به بیدار شدن داشته باشیم. در یک فرهنگ ایدئال، فانی بودن از سنین پایین توسط سیستم به ما تفهیم می شود. در چنین فرهنگ ایدئالی، یک روز در هر ماه را در مراسم ختم یک غریبه شرکت خواهیم کرد. پس از هر برنامه پخش زنده، افراد در حال مرگ در بیمارستان را نشان خواهند داد. قبل از برنامه مشاوره‌های شغلی، توضیحی مختصر در خصوص حمله قلبی و سرطان پانکراس نشان داده خواهد شد. همگی شاهد مقبره‌های عبوس در سطح شهر خواهیم بود. در پارکینگ‌ها، سوپرمارکت‌ها و اطراف استادیوم‌های فوتبال تابلوهایی خواهیم دید با این مضمون: برای کسانی که عمر خود را تلف کردند. نگرانی از اینکه زندگی ما به چه سمتی می رود ویژگی مهم و تحسین برانگیزی است. اغلب این را از مردم می شنوید: من واقعاً اکس را دوست دارم. او در مورد تلف کردن عمرش بسیار حساس است.
حتی بدون حمایت گسترده جامعه می توانیم اقداماتی انجام دهیم که باعث شود نسبت به گستره محدودمان آگاهی بیشتری داشته باشیم. ما باید فهرستی از یادآوری‌ها داشته باشیم، شاید یک جمجمه، شاید آمار سرطان، یا شاید تصویر بزرگی از مویرگ‌ها که می توانند باعث سکته شوند. باید همیشه با جدیت به خود یادآوری کنیم که چیزهای دیگری نیز وجود دارند که باید بابتشان دچار ترس باشیم. ترس از شرمنده شدن به خاطر کمک کردن به کسی یا مشکل کوچکی در موضوع پایان نامه رشته دانشگاهی. بخش 8. دشمنان. یکی از هشدار دهنده ترین شرایطی که با آن روبرو می شویم این است که بفهمیم کسی از ما عمیقاً متنفر است، حتی با این که کاری نکرده ایم که باعث ناراحتی او شود. بعد از کار در یک کافه شخص ثالث و بدجنسی به ما می گوید که 2 نفر از همکارانمان ما را خودرأی و بی‌ادب می دانند و در چند ماه گذشته از هر فرصتی استفاده کردند تا ما را بدجلوه دهند. یا ممکن است بفهمیم دوست یکی از دوستان ما، یک استاد ارشد، اعتراضاتی بی‌مورد در مورد یکی از مقالات ما داشته و آن را ساده انگارانه و مربوط به دهه 1970 خوانده و در کنفرانسی حیثیت ما را به باد داده است. به علاوه با وجود تکنولوژی اکنون می‌دانیم که طیف جدیدی از دشمنان ما در دنیای مجازی پراکنده‌اند. ما هم اکنون صرفاً چند ثانیه با ارزیابی‌های بیرحمانه و با اغراض شخصی دیگران فاصله داریم. برای کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، وجود دشمن فاجعه بزرگی است. ساختار روانی ما طوری است که پذیرش از سوی دیگران نسبت به عملکرد خود تأثیر زیادی بر عزت نفسمان دارد. در نتیجه وقتی دشمنان باعث ناراحتی ما میشوند، نه تنها اعتمادمان را به آنها در حالی که نفوذ افسونگرشان در ما کماکان تداوم دارد از دست میدهیم، بلکه خطرناکتر از آن این است که اعتماد به نفس خود را نیز از دست میدهیم. ممکن است گاهی بین دوستان خود از تنفر 2 جانبه نسبت به دیگران ابایی نداشته باشیم و با شجاعت آنها را نفرین کنیم، اما در گذر زمان در خلوت خود نمیتوانیم قضاوت‌های آنها را نادیده بگیریم، چون در عمق ذهن خود آن قضاوت‌ها را پذیرفته و به لحاظ منطقی به آنها اولویت داده ایم. مخالفت با آنها ممکن است غیر قابل تحمل باشد، مثل یک بیماری جسمانی لاعلاج، در حالی که توانایی رد کردن عیب جویی‌های ناموجه آنها را هم نداریم. در کمال نومیدی به نظرمان میرسد که نمیدانیم چگونه باید آنها را تحمل کنیم، نه تنها به این خاطر که احمق یا خودپسند خطاب شده ایم، بلکه خود نحوه مواجهه ما با این مشکل گویی نشان دهنده این است که احمق یا خودپسند هستیم. اجازه می دهیم دیگران در مورد ما قضاوت کنند و وارد فضاهای ذهنی ما شوند. گویی هیچ مرزی بین نظر آنها و خودمان وجود ندارد. دشمنان با آزادی تمام در درون ما سیر می کنند و وحشیانه و ویرانگر در درون ما به فعالیت مشغولند. اشیاء را این سو و آن سو پرتاب می کنند و کل وجود ما را به سخره می گیرند. ممکن است در هنگام استرس، در حالی که اشک از چشمهایمان جاری است، به این فکر چنگ بزنیم که این وضعیت به شدت نامنصفانه است. ما که کار اشتباهی انجام نداده ایم، نیت ما خیر بوده و کار ما قابل قبول است. بنابراین چرا نام ما لگدمال و سابقمان تخریب شده است؟ یا به این خاطر است که واقعا احمقیم و این حقیقتی غیر قابل تحمل است، یا به این خاطر است که احمق نیستیم که در این صورت تنفر ایجاد شده خطایی غیر قابل تحمل است. هر کدام که صحت داشته باشد نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم و به زندگی خود ادامه دهیم.
حس می کنیم لازم است اقداماتی اصلاحی انجام دهیم تا لکه هایی را که دشمنان ایجاد کرده اند پاک کنیم. در تمام طول شب پاسخهایی را در ذهن خود بررسی می کنیم. عصبانیت، انفعال و تهاجم، خودزنی، جذابیت، التماس و از این دست. ممکن است شریک زندگیمان توصیه کند دست از فکر کردن برداریم و به رخت خواب برگردیم، اما نمی توانیم. دشمن از ذهن ما خارج نمی شود. این نوع عدم اعتماد به نفس در رویارویی با دشمنان از کجا می آید؟ ما باید مثل همیشه از والدین شروع کنیم و تصویری خیالی از آنها بسازیم که گاهی سهواً چون این وضعیت ذهنی آشفته ای را در ما ایجاد می کردند. هر قدر هم که والدین ما را دوست بدارند، اطمینان زیادی نسبت به سیستم دارند. اگر پلیس یکی از دوستان آنها را بازجویی کند، حدس آنها این خواهد بود که مقامات به درستی به آن دوست مشکوک بودند. در حین خواندن روزنامه اگر نقدی کوبنده درباره یک رمان بخوانند، حتی اگر کارهای دیگر آن نویسنده را خوانده باشند، گمان می‌برند که نویسنده نبوغ خود را از دست داده و حالا عرصه عمومی را به شوخی گرفته است. اگر والدین دوست معماری داشته باشند که نامزد جایزه‌ای بزرگ شده است، اما آن جایزه را به شخص دیگری داده اند، احساس می کنند دوست معمارشان که آثار او را تحسین می کردند احتمالاً نبوغ کمتری در قیاس با برنده داشته است و بار دیگر به سازه تاریک و نامتقارن فرد برنده نگاهی می اندازند و تحسینش می کنند. این والدین که خود دچار اعتماد به نفس پایین هستند، همین روش قضاوت را در مورد فرزندان خود نیز به کار می برند. اینکه چقدر و در چه مواقعی فرزندانشان را دوست داشته باشند تا حد زیادی به عوامل بیرونی ربط دارد. اگر جامعه دنیای کودکی را با نمک بداند، آنها نیز همین حس را پیدا می کنند و اگر برعکس باشد، آنها نیز نظری منفی نسبت به دنیای کودکی خواهند داشت. از نظرشان اگر کودک در درس ریاضی برنده جایزه شود، نه تنها نشانه‌ای بر شایستگی او در جبر است، بلکه از دید وسیع‌تر به این معناست که کودک ارزش دوست داشتن را دارد. برعکس، اگر گزارش مدرسه کودک را فردی بلند پرواز و سر به هوا بداند که در آزمون‌هایش شکست می‌خورد، به این معنا خواهد بود که او ارزش وجودی ندارد. در نگاه والدین عزیز بودن کودک بنا به میزان احترام، علاقه و تایید جهان تغییر می کند. در معرض این گونه تربیت ناسالم خانوادگی قرار گرفتن بار سنگینی است. ما که عشق را فقط به شکل مشروط دریافت کرده ایم، گزینه‌ای نداریم جز اینکه شدیداً تلاش کنیم انتظار والدین و جهان را برآورده کنیم. موفقیت برای ما تنها جایزه‌ای دلنشین در قبال انجام کاری که دوست می‌داریم نیست، بلکه یک نیاز روانشناسانه است. چیزی که در واقع باید آن را به دست بیاوریم تا احساس کنیم که شایسته زیستن هستیم. ما هیچ خاطره‌ای از عواطف و محبتی فارغ از ایده موفقیت نداریم و بنابراین دائما نیاز داریم باتری خود را از منابع بیرونی شارژ کنیم، جایی که چیزهای مورد پسند جهان خودسرانه در حال چشمک زدن هستند. تعجب آور نیست که وقتی دشمنان وارد افق ذهنی ما میشوند، سریعاً دچار مشکلات زیادی میشویم، چون در ذهن نمیتوانیم تصور کنیم که ممکن است آنها اشتباه کنند و حق با ما باشد. دستاوردهای ما ربطی به شخصیت ما ندارد و اگر در کارهایمان شکست هم بخوریم، به این معنی نیست که کل شخصیت ما شکست خورده است. چون تربیت دوران کودکی ما را بی‌دفاع بار آورده است، مرزی بین درون و بیرون نداریم. در برابر احساسات هر کسی که از ما متنفر باشد، آسیب پذیر هستیم. اکنون برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، اینکه دوران کودکیمان سرشار از اعتماد به نفس باشد و والدینمان همواره نسبت به ساختار جامعه تردید روا می داشتند.
ممکن است گاهی حق با جامعه باشد، اما در موقعیت‌های مهم ممکن است نظر جامعه تماماً اشتباه باشد. از نگاه چنین والدینی به هر کس ظرفیت قضاوت داده شده است. اینکه جمعیتی کثیر شخصی را گناهکار یا بیگناه بپندارند، دلیل بر درستی این قضاوت نیست. رئیس پلیس، سردبیر روزنامه تایمز و مسئول اعطای جایزه معماری پریتزکر ممکن است همگی احمق باشند. چون این مواردی اتفاق افتاده است. نقش این والدین این است که اعتماد به نفس را در کودکان تقویت کنند و در عین حال به شکلی منطقی در امور شک کنند و بگویند تو به خاطر خودت و وجودت و آنچه هستی دوست داشتنی هستی، نه به خاطر کارهایی که انجام می دهی. چه بسا همیشه قابل تحسین و یا حتی دوست داشتنی نباشی، اما همیشه لیاقت مهربانی و تفسیر مثبت را داری. برای من مهم نیست که در نهایت رئیس جمهور بشوی یا رفتگر، تو همیشه نقش مهمی خواهی داشت. فرزندم، اگر آنها درایت لازم برای مهربان بودن ندارند، لعنت بر آنها. والدین لزوماً بدون اینکه قصدی داشته باشند، ندای ملایمی در ذهن ما ایجاد می کنند که همچنان در بزرگسالی، در چرخه بازیابی و ارزیابی ذهنی نقش دارند، به خصوص در لحظه مواجهه با بزرگترین چالش ها. این همان ندای عشق است. ما نمی توانیم به گذشته برگردیم و در صدد تغییر آن باشیم. گذشته‌ای که ما را ساخته است. با این حال وقتی دریابیم که چگونه در ساختار جامعه محو شده ایم، حداقل می توانیم سعی کنیم ندای سالمتری را به لحاظ عاطفی در درون مغشوش خود ادغام کنیم. نظر سیستم هیچگاه کاملا اشتباه نیست، اما نمیتوان بیش از اندازه به آن اعتماد داشت. نیروهای پلیس گمراه میشوند. منتقدان نومیدی خود را بر سر اهداف بیگناه خالی می کنند و کارگروه‌های اعطای جوایز تحت تأثیر مد قرار می گیرند. نمی توان به طور قطع گفت جهان همه چیز را می داند. ما نمی توانیم حضور یک دشمن را تغییر دهیم، اما می توانیم آن معنایی را که دشمن در ذهن ما دارد عوض کنیم. در حالت نخست آنها افرادی حق طلب، منصف و صادقند که در مورد حق حیات ما نظر می دهند. اما در حالت دوم که نگاهی منطقی تر است، ممکن است در مورد کاری که انجام داده ایم تا حدودی حق با آنها باشد، ولی در مورد این که ما چه کسی هستیم هیچگاه حق با آنها نیست و این چیزی است که خود ما تعیین می کنیم. ترس از این که برای خود تعدادی دشمن تراشیده ایم می تواند نشانه خطرناکی در اعتماد به بشریت باشد. افراد دارای اعتماد به نفس پایین هنگام مواجهه با هر کسی پیش‌فرضشان این است که آنها همه انسان‌های عاقل، منطقی، هوشمند، دارای قضاوت صحیح و مسلط بر خودشان هستند. اگر علیرغم این ویژگی‌ها افراد خاصی همچنان در اینترنت علیه ما منفی بافی می‌کنند یا مایه رنجش ما می‌شوند، قطعاً این حملات صحیح هستند. با این حال کسانی که از جنبه روانی پایداری بیشتری دارند، با مهارت مفید خود، یعنی علم به بدبینی مغرضانه، از چنین فرضیات مایوس کننده‌ای به دور می‌مانند. آنها از ابتدا فرض می کنند که بیشتر افراد، حتی برترینها و نوابغ، مملو از منفی بافی هستند و چون انگیزه کمی دارند، عمداً توانایی گربه صفتی و منفی بافی خود را نشان می دهند که مناسب زمینهای بازی کودکان زیر 5 سال است. آنها دروغ می گویند، تهمت می زنند، نقشه می کشند، چیزهایی می گویند که احساس خوبی داشته باشند. حسود، نابالغ، بیرحم و شیطانی هستند. چرا به خاطر نظرات زننده بعضی‌ها باید تعجب کنیم و ناراحت شویم؟ مگر این ویژگی کم و بیش در طبیعت بشر وجود ندارد؟
اهمیت ندادن به افراد معدودی میتواند باعث آرامش ما شود و در عین حال نگاه طعنه‌دار و منفی باف آنها را کم اثر کند. افراد با اعتماد به نفس با داشتن تفکری تاریک‌تر می‌دانند که هر شخص موجه و جالب توجه در پیمودن مسیر زندگی خود دشمنانی خواهد داشت. با در نظر گرفتن طبیعت انسان حالتی غیر از این امکان پذیر نیست. دلایل آن متنوع و تصادفی است. برخی از این دشمنان به این دلیل برافروخته می شوند که ما قصد به چالش کشیدن آنها را داریم. برخی ممکن است با دیدن مهارت‌های ما به یاد جاه طلبی‌هایی بیفتند که از آن صرف نظر کردند. برخی ممکن است با دیدن دستاوردهای ما شروع به تحقیرمان کنند و خود را ارزشمند بدانند. بعضی می‌خواستند دوست یا معشوقه ما باشند و وقتی به نتیجه نرسیدند ترش‌رو و عبوس شدند. ما همیشه در معرض عصبانیت دیگران قرار می‌گیریم، اما مجبور نیستیم باور کنیم که عقیده آنها صحت دارد. در قرن 17 هلندی‌ها سنت خاصی در هنر نقاشی بنا نهادند و فقط به ترسیم کشتی‌های طوفان زده می‌پرداختند. این آثار که در خانه‌ها و ساختمان‌های شهری جمهوری هلند نصب می‌شدند، تنها جنبه دکوری نداشتند، بلکه هدفی درمانی داشتند. هدف از این نقاشی‌ها تقویت اعتماد به نفس بود و عدم ترس از دریا و زندگی آزادانه را نشان می‌دادند و مخاطبان این آثار مردمی بودند که وابستگی زیادی به تجارت دریایی داشتند. تماشای یک کشتی با بادبان‌های بلند در دریایی خروشان با زاویه 20 درجه برای فرد بی تجربه فاجعه به نظر می آمد. اما موقعیت‌های دیگری نیز وجود داشت که بیش از آن چه به نظر می رسید خطرناک بودند. به خصوص وقتی خدمه آماده بودند و کشتی از داخل سالم به نظر می رسید. کشتی‌ها را در طوفانی سهمگین تصور کنید. صحنه بسیار هولناکی به نظر می رسد. آنها چگونه می توانند جان سالم به در ببرند؟ اما کشتی‌ها مخصوص چنین موقعیتی طراحی شده بودند. بر حسب تجربه طولانی در طوفان‌های اقیانوس شمالی، بدنه آنها خیلی دقیق با شرایط سازگار ساخته می‌شد. خدمه کشتی‌ها بارها و بارها در مانورهای سنگین آموخته بودند چگونه کشتی خود را سالم نگه دارند. آموخته بودند که چگونه در سرعت بالا بادبان را پایین بکشند تا سرعت باد دکل را تکه تکه نکند. آنها از جابجایی بارها در بدنه کشتی و حرکات چپ و راست ناگهانی کشتی آگاه بودند و در خالی کردن آب از اتاقک‌های کشتی مهارت داشتند. آنها می دانستند چگونه در مقابل غرش طوفان آرامش خود را حفظ کرده و عقلانی برخورد کنند. هدف این نقاشی‌ها قدردانی از سالها برنامه ریزی و تجربه بود. می توان تصور کرد ملوانان مسن‌تر در کشتی با لبخند به جوان تازه کار ترسیده بگویند که سال گذشته در ساحل یوتلند با طوفان بزرگتری روبرو شده بودند و در عین حال که جوان از عرش بالا می رود به شوخی ضربه‌ای به پشت او بزنند. تابلو می‌خواست به ما بگوید از انعطافی که انسان‌ها در مواجهه با چالش‌های هولناک دارند احساس غرور کنیم. نقاشی‌ها حاوی این پیام است که همه ما می‌توانیم بهتر از آنچه تصور می‌کنیم با شرایط سازگار شویم. این نقاشی‌ها به ما روحیه می‌دهند که باور داشته باشیم هر چیز که در ابتدا تهدید کننده به نظر می‌رسد ممکن است به راحتی پشت سر گذاشته شود. چیزی که در مورد طوفان‌های دریای شمال صحت دارد، ممکن است در مورد دشمنان محل کار هم صدق کند. تعرض آنها می‌تواند مانند موج‌های بزرگ دنهلدر ترسناک باشد، اما در واقعیت با مهارت‌های عاطفی و سازماندهی درست درونی کاملاً قابل مدیریت است. طوفان‌ها در واقع ما را احاطه نکردند،
و با عدم پذیرش قضاوت دیگران که منجر به قضاوت کردن خودمان توسط خودمان می شود، می توانیم خود را از شر آنها نجات دهیم. باید بین تنفر و انتقاد تمایز بگذاریم. هدف خود را بر اصلاح نواقص واقعی خود بگذاریم و در مقابل بادهای گزنده و خروشانی بایستیم که به خاطر مسائلی که به ما ارتباطی ندارند تحت فشارمان می‌گذارند. طوفان‌ها از بین خواهند رفت. ممکن است زخمی شویم، اما نهایتاً به ساحل‌های امن باز خواهیم گشت. درست مثل طلوع آفتاب بر برج‌های آلکمار. بخش نهم، خودتخریبی. طبیعی است که انتظار داشته باشیم همواره و در عین حال فعالانه در پی خوشبختی باشیم، به خصوص در دو حوزه گسترده که امکان رضایت از زندگی در آنها وجود دارد، یعنی روابط و شغل. بنابراین عجیب و حتی کمی ترسناک به نظر می رسد که دریابیم بسیاری از ما طوری رفتار می کنیم که گویی عمدن شانس‌های خود را برای به دست آوردن خواسته های خود از بین می بریم. هنگام ملاقات با کسانی که با آنها علاقه داریم ممکن است رفتاری خودسرانه و مخالف داشته باشیم. وقتی با کسی که دوستش داریم رابطه برقرار می کنیم، ممکن است با تهمت‌های بی اساس و عصبانیت‌های ناگهانی او را از خود برانیم، چنانکه گویی خودمان می خواهیم آن روز غم‌انگیز را ببینیم که معشوقمان علی‌رغم دلسوزی برای ما سرانجام خسته و بی‌حوصله شود، نتواند شک و تردید بیش از حد ما را تحمل کند و مجبور به ترک ما شود. همینطور ممکن است بعد از ارائه‌ای متقاعد کننده شانس ترفیع در کار را از دست بدهیم، چون به طور عجیبی پرخاشگری ما نسبت به مدیر عامل زیاد شده یا در ضیافت شام مست کرده بودیم و با مشتری توهین‌آمیز برخورد کردیم. چون این رفتاری را نمیتوان صرفاً به بدشانسی نسبت داد، بلکه دلیلش میتواند رویکردی عام و بیشتر تعمدی به نام خودتخریبی باشد. ما با ترس از شکست کاملاً آشناییم، اما گویا موفقیت هم میتواند نگرانی‌هایی به همراه داشته باشد. انباشت نگرانی بابت موفقیت است که گاهی باعث می شود فرصتها و شانسهای خود را برای به دست آوردن آرامش ذهنی از بین ببریم. چه چیزی می تواند تردید در موفقیت را توضیح دهد؟ همه ما کم و بیش به طور ناخودآگاه کسانی را که دوستشان داریم حمایت می کنیم. به خصوص کسانی که در کودکی مراقب ما بودند و ما را از حس حسادت و بیکفایتی که در تربیتمان دچارش بودیم حفظ کردند. زیبا بودن همسر جدیدمان یا ترفیع گرفتن در سازمان ممکن است در ذهن اطرافیان ما ناخوشایند باشد و آنها را به این فکر بیندازد که در قیاس با ما دستاوردهای اندکی داشتند و می‌ترسند دیگر لیاقت همکاری با شرکت ما را نداشته باشند. شاید عجیب به نظر برسد، اما گویا گاهی باید بپذیریم کسانی که در کودکی ما را دوست داشتند چه بسا نسبت به ما احساس حسادت کنند، به ویژه وقتی در زمینه‌های دیگر شیفته ما هستند. با این حال مراقبان ما ممکن است در تمام زندگیشان همواره دچار سطحی از پشیمانی و افسوس باشند که دلیل آن ترس از نادیده گرفته شدن و بی‌تفاوتی از سوی دیگران، حتی فرزندانشان باشد. در همان حین که بزرگ می شدیم ضرب المثل‌هایی آموختیم که به ما می گفت لقمه را به اندازه دهانمان برداریم و فراموش نکنیم که از کجا آمده ایم. خواسته های پنهانی خود را فراموش نکنیم و دست کم نگیریم. چه بسا در نهایت در شرایط سختی گرفتار شویم. موفقیتی که آرزوی آن را داریم در واقع تهدیدی است برای احساسات کسانی که دوستشان داریم و دچار این نگرانی می شویم که مبادا با آنها لطمه بزنیم.
وقتی به وجود این مسئله پی بردیم، راه حل خود تخریبی نیست، بلکه باید بخشش پیشه نموده و به دنبال دلایلی باشیم که چرا افراد محبوب ما چنین احساسی در مورد دستاوردهای ما دارند. باید بفهمیم چرا افرادی که مراقب ما هستند از موفقیت ما به اندازه رها شدن و تنها ماندن و به یاد آوردن نقصهای خود می‌ترسند. بنابراین کاری که باید انجام دهیم این نیست که شانس‌های خود را خراب کنیم، بلکه سعی کنیم نشان دهیم که همراهان نگرانمان کماکان برایمان بسیار ارزشمندند و همچنین با آنها اطمینان بدهیم که نسبت به آنها کاملاً وفادار هستیم. دومین نوع متعارف فرد خود تخریبگر کسی است که ارزش امید را بسیار بالا می‌داند. وقتی جوانتر هستیم ممکن است شکنندگی بیش از حدی نسبت به برخی امور شدیداً ناامید کننده داشته باشیم. شاید امید داشته باشیم والدینمان در کنار هم بمانند، اما این اتفاق نیفتاده است. یا اینکه امیدوار بوده ایم پدرمان از کشور دیگر برگردد و پیش ما زندگی کند. شاید جرأت عاشق شدن به خود دادیم، اما پس از چند هفته سرخوشی آن شخص به شکل ناگهانی و عجیب رفتارش را عوض کرده و مقابل همکاران ما را مسخره کرده است. جایی در شخصیت ما پیوندی عمیق بین امید و خطر ایجاد شده و به همین دلیل به تدریج به جای اینکه خواهان آزادی همراه با امید باشیم، زندگی بی خطر، آرام و در عین حال نومید کننده را در پیش بگیریم. راه حل این مسئله این است که به خود یادآوری کنیم می توانیم علیرغم از دست دادن امید زنده بمانیم. ما دیگر آن کسانی نیستیم که به خاطر نومیدی‌های امروزی رنج می کشد. شرایطی که تاکنون باعث عملکرد محتاطانه ما شده است دیگر وجود ندارند. ذهن ما ناخودآگاه زمان حال را از دریچه سالهای گذشته می‌بیند، اما چیزی که ما از آن می‌ترسیم در واقع دیگر متعلق به گذشته است. ما فاجعه ای را که در گذشته اتفاق افتاده در آینده فرافکنی می‌کنیم. فاجعه هایی که تا به حال فرصت درک عمیق آنها و سوگواری برای آنها را نداشتیم. افزون بر این، چیزی که اساساً بزرگسالی را از کودکی متمایز می کند این است که فرد بالغ منابع امید بسیار بیشتری نسبت به کودک دارد. می توانیم گاهی نومیدی را تحمل کنیم چون دیگر در فضای محدود خانواده، همسایگان و یا مدرسه زندگی نمی کنیم. می توانیم کل جهان را باغ میوه‌ای فرض کنیم که می توانیم در آن نهال امیدهای فراوان را بکاریم. امیدهایی که همواره بر دلسردی‌های اجتناب ناپذیر و کوبنده فائق می آیند. زیرا این گونه نومیدی‌ها صرفاً موقتی اند و هیچگاه تهدیدی جدی نیستند. در آخر این که ممکن است به خاطر شکست نفسی موفقیت‌هایمان را به دست خودمان نابود کنیم، زیرا تصور می‌کنیم لیاقت دریافت آن جایزه را نداشته‌ایم. شاید کاری کنیم که شغل یا معشوقه جدیدمان نیز تحت تأثیر تمامی جنبه‌های ناقصمان قرار بگیرند، مثل تنبلی، ترس، حماقت و بیکفایتی، و نتیجه بگیریم جایزه‌ای که نصیب ما شده را باید به شخص دیگری بدهیم که لیاقت بیشتری دارد. اما این رفتار مهربانانه و مصیبت بار ناشی از عدم فهم درست نحوه توزیع درد و کامیابی در جهان است. جهان پاداش‌ها و دهشت‌های خود را بر حسب دانشی الهی و دقیق در مورد خوبی‌ها و بدی‌های درونی ما توزیع نمی‌کند. بسیاری از چیزهایی که کسب می‌کنیم لیاقتشان را نداشته‌ایم و اکثر رنج‌هایی هم که به دوش می‌کشیم لزوماً حقمان نبوده است. بخش مراقبت‌های ویژه بیماران سرطانی در بیمارستان‌ها به هیچ وجه مملو از آدم‌های شرور و گناهکار نیست.
وقتی عدم شایستگی را در خود می‌بینیم، لازم است به خود یادآوری کنیم نفرین‌های پیش روی ما نیز حق ما نیست. بیماری‌ها، کسر شأن اجتماعی و تنهایی‌های عاطفی ما نیز حق ما نبودند. زیبایی، ترفیع شغلی و معشوقه دوست داشتنی کنونی نیز حق ما نبوده است. نباید بیش از حد نگران مسئله دوم باشیم و مدام از مسئله اول شکایت کنیم. باید از ابتدا با نوعی توازن متعادل بین توکل و بدبینی، بیقاعدگی سرنوشت را بپذیریم و بدانیم که تقدیر چندان اصول اخلاقی را مراعات نمی کند. بسیار برایمان مفید خواهد بود که در هنگام تفسیر ویژگی‌های عجیب خود و دیگران مفهوم خود تخریبی را در ذهن داشته باشیم. وقتی در مواجهه با دیگران و همچنین کسانی که خیلی دوستشان داریم رفتار عجیبی از ما سر می‌زند یا اینکه بخواهیم آنها را تحت تأثیر قرار دهیم، باید به خود مشکوک شویم. به علاوه وقتی با شرارت‌های دیگران و عدم اطمینان آنها روبرو می‌شویم، باید جرأت این را داشته باشیم که باور داشته باشیم امور حقیقتاً آنگونه نیستند که به نظر می‌رسند. چه بسا رقیبی که روبروی ماست انسان بدطینتی نیست، بلکه صرفاً شخص خود تخریب کننده است که ارزش دارد قدری او را تحمل کنیم و به نرمی او را از بیشتر آسیب زدن به خودش باز داریم. ما باید با این موضوع کنار بیاییم و به دیگران کمک کنیم تا درک کنند گاهی نزدیک شدن به چیزهای مورد علاقه چقدر میتواند دشوار و هولناک باشد. بخش دهم، اطمینان به اعتماد به نفس. گرچه همچون دیگران تصورمان این است که باید اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم، اما ممکن است تردیدهای شخصی گاهی ما را به این سمت سوق دهند که تصور کنیم اعتماد به نفس بالا حالت روانی ناپسندی است. ممکن است بدون اینکه آگاه باشیم تصور داشتن اعتماد به نفس بالا را به شکل عجیبی آزاردهنده بدانیم و به طور پنهانی همچنان دچار تردید و شکست نفسی باشیم. ممکن است افتخار کنیم از اینکه جزء افرادی نیستیم که در رستوران از غذا شکایت می کنند، درباره حقوق ماهیانه خود غر نمی زنند، از همه دوستان خود نمی‌خواهند تعطیلات خود را با ما تنظیم کنند، موسیقی خود را با صدای بلند پخش نمی‌کنند. فروتنی ما باعث می‌شود خودنمایی و خودستایی را کنار بگذاریم. این خصوصیات در ابتدای زندگی ما شکل گرفته است، یعنی زمانی که اطرافیانمان شدیداً بی‌ادب بودند و اعتماد به نفس بسیار زیادی نسبت به حق وجودی خود داشتند. آنها احتمالاً پرتوقع، عجول و گستاخ بودند. احتمالاً در هنگام انجام تعمیرات فریاد می‌کشیدند و در برابر کسانی که فکر می‌کردند با آنها احترام کافی نگذاشتند و خدمات خوبی ارائه ندادند، تلفن را محکم قطع می‌کردند. احتمالاً این باور در ما شکل گرفته است که برای رسیدن به موفقیت باید چنین رفتارهایی داشت و اگر این موضوع حقیقت داشته باشد ما با این فروتنی که داریم قطعاً به موفقیت چشمگیری دست نخواهیم یافت. نباید فراموش کنیم که در جوامع سنتی تردید در اعتماد به نفس بیش از حد مورد تحسین واقع شده است. مسیحیت که قرنها بیشترین تأثیر را بر ذهن غربیان داشته است، شدیداً نسبت به کسانی که تصور خوبی از خودشان داشتند، احساس تردید و بدگمانی می کردند، در حالی که افراد فروتن به جنبه الهی امور اهمیت می دادند. افراد متکبر آخرین کسانی بودند که وعده بهشت خداوند را باور می کردند.
نظریه سیاسی کارل مارکس یک سری نظریه ها را به این مبحث اضافه کرد که گویا نشان می دهند که موفقیت اقتصادی همیشه بر پایه بهره کشی از دیگران است. بنابراین عجیب نیست که گویا برای حفظ اخلاقیات شهروندی می بایست از هر گونه اظهار صریح و محکم علایق و منافعمان دوری کنیم. با این حال این رفتار می تواند خطراتی به همراه داشته باشد. چه بسا نکته‌ای نباشد که برای بیرحمی و ترویج خودمحوری به قدر کافی اعتماد به نفس نداریم، بلکه حقیقت این باشد که برای مبارزه در راه مهرورزی و عقلانیت است که فاقد اعتماد به نفس کافی هستیم. بی‌اعتمادی ما به اعتماد به نفس چه بسا باعث شود شیوه‌های پست‌تری از خودشیفتگی بروز کنند و گسترش یابند. همچنین ممکن است رفتارهای غیر منصفانه از خود بروز دهیم. دیدگاه منفی ما نسبت به اعتماد به نفس ممکن است با خصوصیات گذشته ما ارتباط داشته باشد، چون از ابتدا با افرادی سر و کار داشته ایم که اعتماد به نفس بالایی داشتند، به مرور زمان این رویکرد را بهترین رویکرد دانسته ایم. ممکن است مشکل اصلی ما اعتماد به نفس نبوده و فقدان سایر خصوصیات همچون جذابیت، شوخ طبعی و سخاوتمندی بوده باشد. ممکن است در بررسی اشتباهات خود از روشی نادرست پیروی کرده ایم. ممکن است افراد کمی وجود داشته باشند که در معرض خطر گزافه‌گویی، خودبینی و دروغگویی قرار داشته باشند، اما صرف اعتماد به نفس کاملاً می‌تواند با حساس بودن، مهربانی، شوخ طبعی و خوش صدایی همخوان باشد. در واقع این ددمنشی و پستی است که از آن متنفریم، نه اعتماد به نفس. به علاوه تمایل به فروتنی ممکن است باعث سرپوش گذاشتن بر خشم ما نسبت به خودستایی شود. در داشتن اعتماد به نفس ما ترس را مؤثرتر از کمرویی می‌دانیم. این نوع فریب برای حفاظت از خود بود که بر فیلسوف آلمانی نیچه تأثیر فراوانی گذاشت. او فکر می‌کرد این اشتباه بسیاری از مسیحیان است که به بخشندگی خود مغرور هستند، در حالی که سعی داشتند برای ناتوانی خود در انتقام جویی بهانه و توجیهی بتراشند. باید مراقب باشیم تا به نام خواسته‌های الهی بر نواقص اساسی خود سرپوش نگذاریم. متاسفانه صرفاً این کافی نیست که فقط در درون مهربان، جذاب، باهوش و مستعد باشیم، بلکه باید مهارتی بیاموزیم که ما را توانا سازد و استعدادهای خود را در گستره وسیع جهان عملی کنیم. اعتماد به نفس چیزی است که نظریه را به عمل تبدیل و ترجمه می کند. نباید اعتماد به نفس را دشمن چیزهای خوب تصور کنیم، بلکه اعتماد به نفس باعث عملی شدن و سرعت بخشیدن به تحقق چیزهای خوب می شود. باید به خودمان مجال دهیم و اعتماد به نفس را در خودمان پرورش دهیم. پایان کتاب در باب اعتماد به نفس، اثری از آلن دوباتن از مجموعه مدرسه زندگی.